دادگاه ناحیه سینای دوشنبه 2 نورس را از مادرشان گرفته به مکتب اینترنت داده است. ریاست کارهای داخلی پایتخت با نشر این خبر گفت که این نورسان چند مرتبه برای آواره‌گردی و طلبندگی به اداره پلیس برده شدند. نظر مادر نابالغان به حرفهای مقامات معلوم نیست. در خبرنامه رسمی آمده است که 2 نورس از سوی مادرشان که زندگی ناسالم داشت همیشه مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند. در حالی که نظر مادر نورسان معلوم نیست، پلیس همچنین او را متهم کرده است که فرزندانش را به طلبندگی مجبور میکرد. این بار اول نیست که در دوشنبه فرزندان را از مادرشان گرفته به مکتب اینترنتی دولتی میدهند. ماه اپریل امسال 2 کودک 8 و 10 ساله را از مادرشان جدا کرده به اینترنت داده بودند. مقامات آن وقت هم گفته بودند که مادرشان این کودکان را میزد و به طلبندگی میفرستاد. نظر مادر نورسان به این قضیه معلوم نشد. کودکس اولیای تاجیکستان به مقامات اجازه میدهد که در صورتی از عهده تربیت فرزندان نبرآمدن والدین کودکان را از آنها گرفته به مکتب‌های دولتی بدهند. در این حالت والدین از حق پدر و مادری پره محروم کرده نمی‌شوند.